ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби 4 гуфтори 124. در برابر ادامه عنعنه‌های ادبیات پهلوی، باز آثار عربی زبان شاعران و ادیبان ایرانی نژاد از قبیل حماد ابن شاپوری دیلمی 694 773، ابو عمروی شیبانی وفاتش 819، ابو حاتم سیستانی وفاتش 869 و دیگران پدید آمدند که تعریفات و اشعار آنها نمونه های بهترینی عنعنه های سخنوری و شعرگویی ادبیات خطی عرب اعتراف شدند. در عین حال چنانه پیشتر گفتیم، پیروان مسلک شعوبیه از جمله بشار ابن بردی تخارستانی، اسماعیل ابن یسار نسبی، ابراهیم ابن ممشاد اصفهانی، سید ابن حمید بختگان بودند که آنها با زبان عربی نهضت آزاداندیشی و افضلیت نژادی خویش را بر اقوام عرب ترنم می کردند. اکثر این شاعران عربی زبان اصلا ایرانی نژاد بودند که مذهب اسلام را پذیرفته در شهرهای کوفه و بصره و بغداد زیر تأثیر محیط نفوذ زبان عربی و تنزل زبان پهلوی به کمال رسیده بودند. علت اساسی رواج زبان عربی در میان مسلمانان ایرانی تبار آن بود که بعد انتشار اسلام زبان و خط عربی فضای خط و زبان پهلوی را تنگ نموده به زبان سیاسی و دینی دور تبدیل می یافت و ایرانیان نفوذجوی مرکزی اسلام را وادار می کرد که خواه و ناخواه زبان و فرهنگ عرب را آموزند و در رسالت دفتر و دیوانداری استفاده نمایند. به اندیشه ذبیح الله صفا به همین سبب اندک اندک زبان عربی در میان ایرانیان رواج یافت. در همین حال گروهی بزرگی از ایرانیان شروع به نویسندگی و شاعری به زبان عربی کردند و با این مقدمات در همان حال که لهجه های محلی به قوت خود باقی و زبان و خط پهلوی تدریجاً راهی فراموشی می سپرد، زبان و خط عربی توسعه و رواج می یافت و در میان همه ایرانیان معمول می شد. چنانه در بابهای قبلی ذکر کردیم، با پشتیبانی ابو مسلم خراسانی و خاندانی با نفوذی بر مکیان و سهلیان و ابو سلمی ها و کاووسیان برابر مرکزهای با نفوذ اسلامی کوفه و بصره و دمشق و بغداد، در نیشاپور و مرو، بلخ و هرات، بخارا و سمرقند و ری و اصفهان مرکزهای بزرگ دینی و علمی و فرهنگی تأسیس می یافتند که آنها در نهاد خلافت اسلام تشکل یافته اصالت تاریخی و فرهنگی و رسالت زبان ملی را محفوظ می داشتند. محض با هدایت خاندانی برمکیان و دستگیری طاهریان و صفاریان از میان تاجیکان و ایرانی نژادان دهها مفسران بزرگ و صدها علمای دین به کمال رسیدند که در برابر نفوذ زبان عربی از زبان مادری خیش حمایت کرده تفسیر آیت‌های کلام شریف و حدیث‌ها را با زبان فارسی دری راه اندازی نمودند
و گزاریدن نماز را با این زبان رخصت دادند. محض امام اعظم، امام بخاری، امام ترمذی و دیگر علمای توانای اهل سنت و جماعت بودند که کلام فارسی دری را در قطار زبان عربی کلام اهل بهشت شماریده، گزاریدن نماز و ترجمه آیت‌های قرآن و ادای دیگر فریضه های دینی را با زبان فارسی رایج گرداندند. شاید اقدامی وطنخواهانه و جسارت ناتکراری این ابرمردان بود که در دوره طاهریان و صفاریان شهرهای نیشاپور و مرو، بلخ و هرات و بخارا و سمرقند به مرکزهای بزرگ فرهنگی تبدیل یافته زبان دری با استفاده از رسم الخط عربی مقام شایسته پیدا کرد. بخصوص در عهد صفاریان نفوذ و مقام زبان دری افزوده، حتی یک نوع بی‌اعتنایی به فرهنگ و زبان عربی پدید آمد. به قول ذبیح الله صفا، صفاریان مردم مهنت دوست و شجاع بودند. یعقوب شخصاً به اثر تربیت محلی و صنفی خود در احترام به مبانی ملیت و بزرگداشتی رسوم و آداب ملی سختگیر بود و به زبان پارسی علاقه تام داشت و به همین سبب فرمان داد تا شاعران در مراسم و اعیاد او را به زبان تازی نستایند، بلکه اشعار خود را به پارسی سرایند و این مقدمه رواج زبان فارسی به صورت زبان رسمی درباری در دربارهای سلاطین ایرانی مشرق گردید و بدین ترتیب ادب پارسی پایه گرفت و بر جای ماند. یکی از شاعران مشهور ایرانی نژادی عربی گوی ابونواس حسن ابن هانی بود که تقریبا سال 762 در مضافات اهواز ایران در عائله فقیر به دنیا آمده است. ابونواس بعد وفات پدرش همراه مادر به شهر بصره کوچیده در حضور ابن حباب نام شاعر عرب شاگرد می ایستد و زبان و خط عربی را خوب می آموزد. او بعد شهرت یافتنش به دربار خلیفه بغداد هارون الرشید پذیرفته شده در زیر حمایت خاندان برمکیان شهرت و نفوذی زیاد پیدا می کند. ابونواس دیرتر به مسلک شعوبیه گرویده در اشعار عربیش کلمات و عباره‌های فارسی را استفاده می برد و با آزاداندیشی و جسارتی وطنخواهیش شناخته می شود. در اشعار عربی و فارسی او شخصیت‌های تاریخی، عظمت شاهنشاهان ساسانی، شکوه رسم و آیین و عنعنه‌های سابقه زردشتی ترنم می‌گردد که سلسله این شعرهایش با نام فارسیات معروفند. او تقریباً سال 813 در بغداد فوتیده باشد هم حاضر جوابی و آشکارگویی و آزاد اندیشی و جسارت متایب آمیزی او ورد زبانی خاص و عام می گردد. موافق معلومات سرچشمه ها بشار ابن برد نیز از جمله شاعران ایرانی نژاد عرب زبان و مسلک شعوبیه بوده در اشعار خود کلمه و عباره و عنصرهای زبانی دری را فراوان استفاده کرده است. بشار ابن برد در شهر بصره زیسته باشد هم پدر و بابایانش اصلاً از تخارستان خراسان بودند و در شهر بصره در میان بادیه نشینان نازکی های زبان عربی را می آموزد و در تلاوت قرآن و شعرگویی و داستان سرایی شهرت پیدا می کند. به قبل
او نخستین شعرهای عربی خود را در سن 10 سالگی ایجاد کرده با ایرانیان مقیم بصره و پیروان شعوبیه قرابت پیدا می کند. بشار ابن برد از نسب ایرانی خود افتخار نموده در حماسه هایش قهرمانی و دلیری و کارنمایی های شاهنشاهان و پهلوانان ایرانی اصل را ستایش می کند و رسم و آیین های ملی و فرهنگ نیاگانش را ترغیب می نماید. برخی از ادبیات شناسان بران اندیشند که قدیمترین شاعری دو زبانه یزید ابن مفرخ وفاتش سال 888 بوده. او یکی از نخستین شعرها را با زبان فارسی دری ایجاد کرده است که به طور ذیل است: آب است و نبیذ است، اسارات زبیب است، سومیه رو سبیز است. ناگفته نماند که آثار ادبی زبانی دری قبل از ادبیات خطی در زمینه عنعنه‌های شفاهی شعرگویی و سخنوری بیشتر در شکل سرودهای مردمی، قصه‌گویی و حماسه سرایی پدید آمده بود. یکی از آن سرودها سوگ سیاووشان است. به نگارش تاریخ بخارای نرشخی مردمان بخارا را در کشتن سیاووش نوحه ها هست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند. یکی از قدیمترین نمونه شعر شفاهی دری سرودی آتشکده کرکوی می باشد که به قول ذبیح الله صفا به آخر سلطنت ساسانی و آغاز عهد اسلام منسوب است. متن اصلی سرود آتشکده کرکوی را مؤلف تاریخ سیستان گویا از شاهنامه ابوالمؤید بلخی آورده است. سرود آتشکده کرکوی یکی از نخستین نمونه شعرهای قدیمه هجایی است که نسخه اصلی این سرود را با نگارش ذبیح الله صفا و شکل برگردان آن را از جانب ملک الشعراء بهار در زیر می آریم. فروخته با داروش، خنیده گر شاسپ هوش، خمی بیرست از جوش، انوش کن می انوش. دوست بزاگوش، بزافرین نهاده گوش، همیشه نیکی کوش، کی دی گذشت و دوش. شاها خدایگانا، به آفرین شاهی. افروخته باد روشنایی، عالمگیر باد هوشیگر شاسپ. همی پر است از جوش، نوش کن می نوش. دوست بیدار در آغوش، به آفرین نه گوش. همیشه نیکی کنو نکوکار باش، که دیر و زود است بگذشت. شاها خدایگانا، به آفرین شاها. در تاریخ بخارای نرشخی باز از سرودهای مردمی یاد می شود که آن را هنگام فتح بخارا از جانب والی عرب سید ابن عثمان ایجاد نمودند. در آن عهد پادشاه بخارا خاتونی بود که بجای پسری خردسالش تخشاد
حکمرانی می کرد. امیر خراسان سید ابن عثمان سال 56 هجری 676 میلادی به سوی بخارا لشکر کشیده بر عوض 300,000 درهم تاوان جنگ صلح می بندد. او در جریان این محاربه ها از یک چشم خود محروم گشته، هنگامی به سلام او بیرون آمدن خاتون که زنی بود شیرین و با جمال، سید بر وی عاشق شد و اهل بخارا را از این معنی سرود هاست به زبان بخاری. متاسفانه در تاریخ بخارا متن این سرود را ذکر نکردند، اما ابو جعفر محمد ابن حبیب بغدادی متوفا در سال 245 دو پاره از آن را به صورت زیر آورده است و به زبان خراسانی منسوب دانسته است. کوری خمیر آمد، خاتون در وغی کنده. دیگر نمونه قدیمترین شعر دری تاجیکی که در زمینه گفتار شفاهی مردمی مضافات بلخ ایجاد گردیده است، پارچه مشهور شعر 6 هجایی سرودی بلخیان می باشد. از خوتلان آمدیه برو تباخ آمدیه، آواره باز آمدیه خشنگ نزار آمدیه. میتوان گفت که بعد عنعنه شعرگویی شفاهی دوره ادبیات خطی شروع می‌گردد که آن در زمینه خطی عربی اساسی فارسی و تشکل زبانی دری تاجیکی انتشار می‌یابد. زبانی دری ضمن پذیرفتن رسم الخطی یگانه از خراسان بزرگ و کنارهای رود سیحون و جیحون برخاسته تا ماورای رود دجله یک حوزه بزرگ و پهناور و دارای اصالت سابقه فرهنگی را تحت پرچمی خطی عربی اساس فارسی و لفظ شیوا و شیرین دری فرا گرفت. به قول ذبیح الله صفا، زبان دری به جای پهلوی ساسانی پارسی میانه به عنوان زبان رسمی مسلمانان انتخاب گردید. در زبانهای بسیار نزدیک به یکدیگر در سیستان، شهرهای خراسان، گرگان، کمیس، سمرقند، بخارا و دیگر بلاد ماوراء النهر کسانی پیدا شدند که به یک زبان و لهجه شعر ساختند، بی آنکه از یکدیگر فرا گرفته یا تقلید کرده باشند و مسلماً در همین آوان هم آن را به صورت زبان رسمی درباری در دربار صفاری و سامانی و شاید پیش از آنها در حوزه حکومت طاهری به کار بردند. نمایندگانی مشهوری اشعار و آثار دری ابوالینبغی و محمود وراق به شمار می روند. ابوالینبغی عباس ابن ترخان یکی از نخستین شاعرانی معلومی دری زبان است که موافق معلومات کتاب المسالیک و الممالک ابن خردادبی پاره شعری را در خرابی شهر سمرقند با بندهای 6 هجایی قافیه‌دار زیرین سروده است. سمرقند کندمند به زینت کی افکند، از چارچ تبیهی همیشه تخوهی.
سمرقند آبادان کی تو را به این حال افکند؟ تو از چاچ بهتری همیشه تو خوبی. درباره سرنوشتی این شاعری فرزانه معلومات کافی نرسیده باشد هم بعضی محققان او را ندیم خاندانی برمکیان شمرده افزودند که با زبان عربی نیز قصیده و شعرهای حماسوی آفریده است. وفات این شاعری دری زبان را تقریبا سال 844 پنداشتند و از آثار او غیر این 4 مصرع بالایی ابیاتی باقی نمانده است. محمود وراق یکی از نخستین شاعران دری زبان عهد طاهریان به شمار می رود که ذکری مختصری روزگار او در اخبار مجمع الفصحا رفته است. سال تولدش معلوم نیست ولی وفاتش تقریباً به سال 895 راست می آید. مطابق معلومات سرچشمه ها محمود وراق در هرات به دنیا آمده هنگام حکمرانی خاندان طاهریان و صفاریان با قصیده های عربی و نمونه های شعری دری تاجیکیش شهرت می یابد. شاید او به پیشه مقاوبندی و تهیه کاغذ و کتابت مشغول بوده است که تخلص وراق را به نامش افزوده است. مطابق معلومات طبقات الشعرا قصیده های عربی نیز می سروده است که 6 بیت آن تا کنون باقی مانده است. او در شعرهای به زبان دری ایجاد کردهش عشق و محبت پاک انسانی را با صمیمیتی بلند وصف کرده است که از نمونه های آن 2 بیت تا زمانی ما رسیده است. نگارینا به نقدی جانت ندهم، گرانی در بها ارزانت ندهم. گرفتستم به جان دامانی وصلت، نهم جان از کف و دامانت ندهم. ابوحفص سغدی. حکیم ابوحفص ابن احوص یکی از نخستین شاعران، موسیقیدانان و لغتشناسان گذشته تاجیک است. او ذوق بلندی شعرگویی و نوازندگی داشته. بنا به معلومات ابو نصر فارابی او اسباب موسیقی شهرود را اختراع کرده است. در عین حال مطابق معلومات سید نفیسی، ابوحفص سغدی لغت تفسیری پارسی دری با نام فرهنگ ابوحفص یا رساله ابوحفص داشته است که متاسفانه تا زمان ما نرسیده است. وفات ابوحفص سغدی را به سال 832 نسبت داده. او را یکی از پایه‌گذاران شعر پارسی دری می شمارند. از اشعار دری ابوحفص همگی 2 بیت باقی مانده است که آن را همچون نمونه نخستین شعر دری یاد می کنند. آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار
بی یار چگونه بودا. حنظله بادغیسی یکی از شاعرانی در زبان عهد طاهریان بوده. بنا به معلومات 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی از جمله نخستین شاعران در زبان صاحب دیوان بوده است. جریان زندگیش چندان روشن نیست، ولی همچون شاعر شهرتی زیاد داشته است. نمونه های اشعارش توسط تذکره ها و فرهنگ های کهن تا زمان ما رسیدند که پارچه شعر زیرین منسوبی اوست. یارم سپند اگرچه بر آتش همی فگند، از بحر چشم تا نرسد مرورا گزند. او را سپند و آتش ناید همی بکار، با روی همچو آتش و با خالی چون سپند. چنانی در بالا ذکر کردیم، اولین شاعرانی حرفوی در زبان در عهد دولتداری طاهریان و صفاریان پدید آمده. در تشکل و رواج و رونق شعر و ادبی دری نخستین نمونه های خطی نظم و آثار ادبی را آفریدند. بخصوص در دوره دولتداری صفاریان زبان پارسی دری نفوذ زیاد و مقامی رسمی دولتی پیدا کرده. دهها سرچشمه ها شهادت می دهند که این زبان تدریجاً در میان اهل دربار و مردمی مضافات های مختلفی خراسان و ماوراء النهر معمول بوده است. مطابق معلومات تاریخی سیستان، یتیمة الدهر ثعالبی، لباب الالباب محمد اوفی بخارایی، 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی، مجمع الفصحای رضا قلی خان هدایت و دیگر سرچشمه های تاریخی و ادبی در زمان دولتداری طاهریان و صفاریان باز 10 شاعران نامدار از قبیل محمد ابن وصیف، بسامی گرد، محمد ابن مخلد، فیروزی مشرقی، ابو سلیک گرگانی، ابو العباس مروزی و دیگران به شعری دری گفتند رو آورده در تکمیل و تشکل زبان ملی نیاگان خدمت‌های بی سابقه کردند. هویت ملی، روحیه استقلال خواهی و ترنم زبان ملی در عهد دولتداری یعقوب لیث 861 879 اوج تازه گرفته. شاعرانی چون محمد ابن مخلد سگزی، بسامی کرد و محمد ابن وصیف از حوزه ادبی سیستان او را چون پیشوا و هدایتگری مردمی سیستان و خراسان و پادشاهی بی سابقه عهد خویش ستایش نمودند. شنوندگان گرامی، شما گفتار 124 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعی نفضلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.